گشوده کردن صحنه تحلیله؟ آیا واقعا تعریف علم همینه؟ توی این ویدیو سعی می‌کنیم در مورد همین مسئله صحبت کنیم. درود. من هادی آذری ام و اینجا خیابان پیروزیه. توی این ویدیو یک مقدار از اون مسیری که تا اینجا اومدیم مجبوریم فاصله بگیریم و این به یک ضرورت مشخص انجام میشه. همونطور که از ابتدای این ویدیو فهمیدین قراره در مورد آرش حیدری صحبت کنیم. اما چرا من باید این کار رو انجام بدم؟ اون هم یک دلیل مشخص داره. از اینجا که دانشگاهی‌های ما و آکادمیسیان‌های ما در یک خواب خرگوشی فرو رفتن. من مدت‌ها منتظر موندم که از سوی جامعه شناسان ما در نقد این سخنان صدایی بلند بشه، اما هیچ صدایی شنیده نشد و همین مسئله باعث شد منی که از عالم هنر میام و البته سرکی در دیگر حوزه‌ها هم کشیدم مجبور بشم به این مسئله واکنش نشون بدم. همه شما یکی دو ویدئو یا صحبت از آرش حیدری رو دیدین. البته بحث من اینجا شخصیت حقیقی آرش حیدری نیست. او میتونه خیلی آدم خوب و جالب و باحالی باشه. شاید من و او اگر در جای همدیگر رو ببینیم با هم بشینیم یه چایی یا یه قهوه هم بخوریم. بحث من اینجا ناظر به شخصیت حقوقی او و صحبت‌های اوست. آرش حیدری در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرده. درباره بیمارستان، عشق، سورپرایز شدن و شرف روشنفکری که من با اینها کاری ندارم و نقد این ایده ها رو به جامعه شناسان واگذار میکنم. اما در مورد دو صحبت او نکاتی رو دارم. یک بخش از صحبت‌های او رو با هم ببینیم. در حالت بنیادین نه بیولوژی، نه زیست شناسی، نه روانشناسی، نه جامعه شناسی، نه چی شناسی، هر چی، همشون اتفاقا یه گزاره بنیادین رو دارن به ما میگن که بازی گزاره تو حکمت پیشامدن اولالعلم معرفت و جبار آخوند شده با که اول علم معرفت چیه؟ جبار. اصلا انسان موجود مجبوریه. بالا پایین شدن هورموناش بالا پایینش میکنه. بسته به اینکه یکی چی بهش گفته امروز یا نگفته، خوب خوابیده یا نخوابیده، استراب داره یا نداره، ساخت هورمونی چه شکلیه، ژنتیکش چه شکلیه، این انسان اراده نداره. این موجود زیادی جدی گرفتیم. این بحث که انسان مختار با اراده است یا مجبوره به نظرم یه بحث فلسفی به درازنای تاریخ بشره. اما مطرح کردنش در چنین شرایط خاصی به نظرم بسیار معناسازه. در شرایط خاصی که کشور ما هم با تهدیدات داخلی و هم با تهدیدات خارجی روبروست و اتفاقا ایرانیان بیشتر از هر زمانی باید به عاملیت و فاعلیت خودشون باور داشته باشن و در چنین شرایطی جامعه شناس ما جامعه رو اینطور خطاب قرار میده که شما مقهور نیروهایی هستید که هیچ کنترلی بر اون ندارین. ژنتیک، زیست شناسی و روانکاوی و عملاً ما رو به ماشین‌های زیستی شبیه میکنه که هیچ اختیاری از خودشون ندارن. از نظر من این دقیقاً همون کارکردی رو داره که در روزگاری اون شکل از عرفان عامیانه و مبتذل داشت، یعنی دوری جستن از دنیا، بیعملی و انفعال. و طبیعتاً وقتی میگم عرفان عامیانه و مبتذل، این متفاوت با اون شکلی از عرفان سازنده و عاشقانه‌ای که ما داشتیم و هنوز هم داریم. و اینجور خطابه ها و اینجور سخن ها دقیقاً همون کارکرد منفعل کننده عرفان مبتذلی رو داره که انسان رو از درگیر شدن با واقعیت و تلاش برای تغییر اون برحذر میکنه. و البته اقبال به این خطابه ها و این سخن ها هم دلیل مشخصی داره. وجدان معذب اون گروهی که از مواجه شدن با واقعیت سخت روزمره احتراز میکنن با این سخن ها تا حدی آرام میگیره. اما بریم سراغ بخش دیگری از سخنان آرش حیدری. دقت کردید خیلیشون در نقش رمال بازی میکنن؟ ما گفته بودیم خواهد شد، چی خواهد شد، دوربین جلوش وایساده پیشگویی میکنن. آقا نقش رمال ها خیلی خوشگل‌تر داشتن، جادوگرها خیلی خوشگل‌تر داشتن. یه چیزی هم خودش آویزون میکرد، چهار تا چیزام مینوشه، چیز درازالو. چیکار به علم دارید؟ برید در خونه خودتون بازی کنید. کار علم گشوده کردن صحنه تحلیله و مخاطب علم در مرحله نهایی تصمیم میگیره که در نسبت با این چیزی که آموخته چگونه فکر کنه. عالم فکر رو در کله کسی حقنه نمیکنه. اون کار ایدئولوژیه. و بله، در فضای عمومی امروز ایران این میل به پیدا کردن یک جواب سرسری، یک لحظه سادومازوخیستی پدید آورده. بخش‌هایی از صحبت‌های آرش حیدری آدم رو به یاد خطابه‌های علی شریعتی در حسینیه ارشاد میندازه. تو فقر توجیه میکنی و گرسنگیره که محبوب خدا در جهان گرسنه. که البته من بعداً به این مسئله برمیگردم. آیا واقعاً تعریف علم اینه؟ این تعریف چه مبنایی داره؟ تاماس کیون در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی علم رو ارائه راه حل تعریف میکنه و وظیفه اصلی علم رو دقیقاً همین پیشبینی پذیر کردن آینده میدونه و به هیچ عنوان به این که علم
گشوده کردن وسعت تحلیل یا افق تحلیله باور نداره. برعکس دقیقاً به خلاف اون اشاره میکنه. هیچ بخشی از اهداف علم متعارف معطوف به استقبال از کشف گونه‌های جدیدی از پدیده‌ها نیست، بلکه برعکس معمولاً پدیده‌هایی که در این جعبه پارادایمی نگنجند اصلاً دیده نمی‌شوند. در واقع تحقیقات علم متعارف معطوف به بازگویی پدیده‌ها و نظریاتی است که پارادایم حاکم از پیش تدارک دیده بوده است. اما برای اینکه بفهمیم این نظر درست نیست، به هیچ کتابی هم نیاز نداریم. عقل سلیم حکم میکنه که بخش زیادی از علم اتفاقاً همین ارائه راه حل، پیش بینی پذیر کردن آینده و دادن راهکار بوده. مگر علم پزشکی، مگر علم تغذیه، مگر معماری، مگر مهندسی و تمام علوم‌های دقیقه غیر از این کاری رو انجام دادن؟ اما حتی اگر منظور آرش حیدری از علم رو علوم انسانی هم در نظر بگیریم، باز هم این تعریف بنیاداً غلطه و قابل تعمیم به تمامی حوزه‌های علوم انسانی نیست. علومی مثل علم سیاست، علم اقتصاد، علم مدیریت، جغرافیا، روانشناسی، همگی دقیقاً از سنخ علومی هستند که راهکار ارائه میکنن، راه حل ارائه میکنن و اتفاقاً تلاش میکنن که آینده رو پیش بینی پذیر کنن. تعریف علم به مثابه گشوده تر کردن صحنه تحلیل تنها بخش کوچکی از علم رو در بر میگیره که بیشتر با هرمنوتیک پیوند خورده که شاید حتی باید اون رو یک شبه علم بدونیم. و اتفاقا مسئله اینه که جایگاه شما رو در ساختار علمی دقیقاً همین پیشبینی های شما تعیین میکنه. کسی که تحلیل درسته و پیشبینی دقیق تری داشته باشه، نظریاتش هم مقبولتر واقع خواهد افتاد. بذارید یک مثال تاریخی مشخص بزنم. چرا در سال 1940 8 ماه بعد از جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل جایگزین نویل چمبرلین میشه؟ برای اینکه نویل چمبرلین فریب آلمانی ها رو خورد و با اونها معاهده صلح امضا کرد و همون زمان چرچیل هشدار داده بود، یا دقیق‌تر بگم پیش بینی کرده بود که آلمان به لهستان حمله خواهد کرد. و وقتی که این اتفاق افتاد، دقیقاً همون پیش بینی درست چرچیل باعث شد که او جایگزین نویل چمبرلین بشه. اما نکته مهم اینه چرا از نظر آرش حیدری کسی که راهکار ارائه میکنه، کسی که پیش بینی میکنه، کسی که میگه قبلا من اینو گفتم، یا کسی که نسخه شفابخشی عرضه میکنه، رمال یا جادوگره؟ و اینجاست که آرش حیدری شبیه علی شریعتی میشه. علی شریعتی هم بین قدیم و جدید پلی رو برقرار میکرد که عملا وجود نداشت. در واقع اون چیزی رو میساخت، یا بهتر بگم چیزی رو برمیساخت که عملا معنادار نبود. او قدیم رو بر اساس جدید و جدید رو بر اساس قدیم تفسیر میکرد. از نظر او سوسیالیسم خوب و برحق بود، چون اولین سوسیالیست تاریخ بشر ابوذر مسلمان بود، و همچنین از نظر او اسلام درست و برحق بود، چرا که در اون میشد ریشه های سوسیالیستی رو پیدا کرد. و اینجا دقیقاً جاییه که ایدئولوژی زاده میشه، یعنی خواندن جدید بر اساس قدیم یا خواندن قدیم بر اساس مفهومی جدید. و دقیقاً این کاریه که آرش حیدری انجام میده. او علم رو که مفهومی جدید هست با رمالی و جادوگری میخونه و با اون قیاس میگیره. ایدئولوژی فقط حقنه کردن ایده ها و نظرات به مردم نیست. اصل ایدئولوژی و جانمایه ایدئولوژی همین خواندن قدیم و جدید با همه. ایدئولوژی یعنی اینکه کار دقیق و رسالت اصلی علم رو رمالی و جادوگری بدونید. و در پایان همه شما دارای عاملیت و فاعلیت هستین، به شرطی که از شر خرافه و ایدئولوژی در امان باشید. و این اتفاقیه که دقیقاً در رنسانس رخ داد. عظمت رنسانس نتیجه رهایی از خرافه بود و این تا قرن 19 ادامه یافت. و دقیقاً در لحظه‌ای که انسان آماده چیدن میوه این رهایی از خرافه بود، به دامان ایدئولوژی افتاد. پایدار و برقرار باشید.